سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من توی یوتیوب برنامه دارم که انشالله برنامه ریزی کردم، مطالبی رو آماده کردم، مطالبی رو که با یک نگاه متفاوت در واقع به حوزه محصولات مراقبتی پوست نگاه میکنه. البته بگم که رفرنس اصلی شما مطمئنا همیشه مربیای شما خواهند بود و کسایی که پیششون دوره میبینید، ولی توصیه میکنم اگر یک بیوتی تراپیست فعال هستید که کارهای مراقبتی پوست انجام میدید، حتما سلسله ویدیوهای منو پیگیری کنید، برای اینکه سعی میکنیم از یک زاویه دیگه به این منظر نگاه کنیم و در موردشون صحبت کنیم. سعی میکنم مطالب رو به زبان ساده و بیسیک برای افراد مختلفی که به این حوزه علاقه‌مندن یا حتی به صورت حرفه‌ای میخوان این مطالب رو در واقع پیگیری کنن براشون بگم که براشون دنیای جالبی باشه، زیبایی باشه. میخوام بگم که قرار نیست ما اینجا برنامه فرمولاسیون نداریم. من ممکنه براتون خیلی چیزا رو بسازم به خاطر اینکه میخوام ماهیت خیلی از اینگریدینت ها رو نشون بدم. ما پس برنامه آموزش فرمولاسیون و این که این چند درصده و اون چند درصده و اینو چیکار کردین و این چجوری با اون حل شد و اینا، لطفاً در این مورد سوال نفرمایید، برای اینکه اصلا حوزه مورد نظر من نیست و میتونید از اهالی این کار سوال کنید. خب من سعی میکنم مطالب رو برای بچهای بیوتی تراپیست، اونایی که مدیکال استیتیشنن و دارن کار میکنن، با برندهای مختلف کار میکنن، دوره‌های مختلفی دیدن، براشون مطالب رو باز کنم. اون جایی که در واقع افیکیسی یا اثر با اینگریدینت ها در واقع اتصال پیدا میکنه و پلی میزنم بین اینگریدینت ها، سیستم ها، فرمول ها با افیکیسی و اثری که در واقع اونها دارن. برنامه‌ام اینه و فکر میکنم بتونیم سلسله ویدیوهای جذابی داشته باشیم، چالش های خوبی داشته باشیم، بتونیم از یک منظر دیگه نگاه کنیم. من ویدیوهایی رو در واقع پلان کردم که براتون بگیرم و انشالله براتون به زودی خواهم گذاشت. خب امروز میخوام یه مقدمه بگم، اصلا بهتون بگم که قراره چی بگیم و چی جوری بگیم. ببینید، یک کار مراقبت پوست یا مراقبت حرفه‌ای پوست که بیوتی تراپیست ها، مدیکال استیتیشن ها و اینها انجام میدن، در واقع یک ایجاد یک سلسله واکنش معنادار و تعریف شده و کنترل شده است روی سطح پوست. در واقع وقتی که شما دارید یک خدمات مراقبتی پوست رو انجام میدید، دارید با پوست صحبت میکنید و زبان پوست و در واقع تکلم پوست با شما واکنش هایی که پوست نشون میده. یعنی شما وقتی که هر پروداکتی رو، هر محصولی رو با هر رنجی از اینگریدینت یا اکتیو روی سطح پوست استفاده میکنید، به سطح پوست میمالید، در واقع پوستی که ایجاد میشه، این پوست بعد از چند دقیقه دیگه اون پوست قبلی نیست و در واقع شما باعث ایجاد یک سری واکنش تو سطح پوست یا حتی توی عمق پوست شدید. واکنش زبان گفتاری در واقع پوست وقتی که شما ترکیب رو بهش میزنید نمیاد باهاتون صحبت کنه که مثلا اینترلوکین ها فعال شد، تومار نکروزینگ فاکتور ها فعال شد، اینترفرون، کاری به این چیزها نداره. خودش اصلا معانی رو با این الفاظ متوجه نمیشه و در واقع میاد واکنش نشون میده. اگر بتونید طی خلال انجام یک کار مراقبتی پوست یک واکنش کنترل شده بگیرید که این واکنش منتج به یک نتیجه‌ای بشه، مثلا بخواید یک کار ضد لک بکنید، یک کار روشن کننده بکنید، یک کار آنتی آکنه بکنید یا مثلا هر کار دیگه‌ای بکنید، شما باید یک مجموعه از واکنش ها رو با مجموعه از پروداکت ها ایجاد کنید که از نقطه A به نقطه Z برسه، به قسمی که مجموعه از اون واکنش ها شما رو به هدفتون در واقع برسونه. اگر بیش از حد پوست رو وادار به واکنش کنید و بیش از حد تحمل پوست واکنش ایجاد کنید، در واقع ایجاد حساسیت کردید، ایجاد التهاب کردید، اینفلامیشن ایجاد کردید و در واقع ممکنه اتفاقاتی برای پوست بیفته و پوست اونجاست که دیگه شما رو به اون سرمنزلی که میخواید نمیرسونه و در واقع میاد یه واکنش هایپر سنسیتیویتی بهتون میده، یک حساسیت پوستی به شما میده. من میبینم خیلی از بیوتی تراپیست ها، همکارا مثلا میان یه پروداکت رو استفاده میکنن، مثلا یه اسیدی رو سطح پوست استفاده میکنن و بعد ابراز میکنن که پوست سوخت
مثلا من اسید زدم، پیلین کردم یا فلان ماده رو زدم و پوست سوخت. و این جمله به نظر من خیلی گمراه کننده است. پوست نسوخت، شما در واقع پوست رو سوزوندید و در واقع نتونستید واکنشی رو که روی پوست ایجاد میشه کنترل کنید. یکی از اولین چیزهایی که باید یاد بگیرید، باید ببینید هر پروداکتی چه واکنشی رو ایجاد میکنه و کدام نقطه اپتیموم اون واکنشه و تا کجا میشه بهش فرصت داد که این پوست واکنش بده و از کجا به بعد باید پوست رو آرام کرد و کنترلش کرد. اینی که از اول همه کارهای آرام بخش رو انجام بدید، انگار واسه کسی که خوابیده دارید لالایی میگید و این فایده نداره. و باید اول پوست رو بیدار کنید، وادار به واکنش کنید و بعد پوست رو قدم به قدم آرام کنید. کار مراقبتی پوست، کار حرفه‌ای پوست در واقع هدفش همینه که شما بتونید یک سلسله واکنش در واکنش‌های زنجیره‌ای در داخل پوست ایجاد کنید، یعنی ترکیباتی رو استفاده کنید که پوست بیاد واکنش بده و چون اون واکنش در جهت کنترل یک عامل خطره، پوست میاد از خودش دفاع میکنه و در حینی که از خودش دفاع میکنه میاد در واقع سطح متابولیسمش بالا میره، مقاومتش بالا میره، ترکیبات خاصی رو از خودش ترشح میکنه که باعث ایجاد اثر میشه. حالا نکته اینه که بعضی وقتا ما میریم داخل این که میایم از در واقع از توصیفات میکروسکوپی استفاده میکنیم که میگیم آره اینجوری شد ببینید وقتی نتونیم درست ببینیم، ما اول باید درست ببینیم و بتونیم واکنش رو کنترل کنیم. من مخالف این نیستم که بچه‌ها بیان با در واقع اون واکنش ها و تغییرات میکروسکوپی آشنا بشن و این اتفاقا خیلی خوبه که چه اتفاقی میفته، این کاسکیدها چه شکلی هستن، چه واکنش‌هایی ایجاد میشه. ولی من میبینم بعضی وقتا از اون برای پل افتادیم پایین، بچه‌ها اون واکنش‌ها رو به صورت توتیوار حفظن که اگر یه خواب بد ببینن همه چی یادشون میره، در حالی که نمیتونن واکنش‌ها رو کنترل کنن یا درست ببینن یا حتی نمیدونن باید منتظر چه واکنشی باشن. من سعی میکنم توی سلسله ویدیوهای مختلف توضیح بدم که اکتیوهای مختلف، پایه‌های مختلف، حتی امولینت‌های مختلف و در واقع روغن‌های مختلف، پرزرواتیوهای مختلف، در اینها چه واکنش‌هایی رو ایجاد ممکنه بکنن به تنهایی یا توی یک سیستم و این واکنش‌ها تا کجا قابل قبوله و از کجا قابل قبول نیست، از کجا باید اینها رو یه برش بهش بزنیم و چه توقعی ازشون داشته باشیم. پس ما قراره یک در واقع مطالعه تحقیقی داشته باشیم نسبت به پوست برای ایجاد واکنش‌های کنترل شده که بتونیم نتایج قابل اطمینان رو بگیریم در طول مدت کاری که انجام میدیم. این کاریه که من هدفم این نیست زیاد برم توی فرمولاسیون، هدفم این نیست زیاد برم توی در واقع کلینیک، ولی در حدی که یک بیوتی تراپیست حرفه‌ای باید یاد بگیره، بیاموزه و یاد بگیره چجوری بیاموزه. این از همه چی مهمتره. من انشالله تو جلسه بعد براتون طی ویدیو توضیح میدم که چطور این میسلار واتری که توی دنیا و تو صنعت ازش به عنوان پاک کننده داره استفاده میشه، اون اینگریدینت هایی که توی میسلار واتر ها هستن و چجوری میشه ازشون یک جور دیگه استفاده کرد، چجوری ازشون سواری گرفت و چجوری طی یک تحقیق ساده به نتیجه برسید که چجوری میتونیم اثر بخشی بهتری از مواد مؤثر داشته باشیم. پس ما قراره از در واقع از ابتدا از سلول ها، بافت ها، ارگان ها، اون جایی که به کلینیک ما متصل میشه تا اون جایی که به متوجه به نتایج در واقع قابل مشاهده میشه در مورد اینها صحبت کنیم به زبان ساده. من توصیه میکنم بچه‌هایی که بیوتی تراپیستن حتما این ویدیوها رو ببینن. اگر جایی براشون نامفهوم بود حتما تو ویدیوهای بعد میتونن سوال کنن، من براشون توضیح خواهم داد که ببینن این زنجیره واکنش ها چجوریه، چجوری میشه کنترل کرد و چجوری وقتی داریم یک کار سالونی انجام میدیم با برندهای مختلف، با محصولات مختلف، چجوری این زنجیره واکنش ها رو ایجاد کنیم، چجوری با استفاده از اسیدها، با استفاده از پپتایدها، با استفاده از امولینت ها و در واقع سورفاکتانت ها این در واقع چرخه رو ببینیم و ازش استفاده کنیم و نتیجهش رو ببینیم. به نظر من مطالب مفید فایده خواهد بود برای همه بیوتی تراپیستا، چه اونهایی که میخوان از ابتدا شروع کنن، چه اونهایی که مطالب پیشرفته تری رو دوست دارن بدونن. سعی میکنم در مورد همه اینها انشالله صحبت کنم. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. با امید دیدار شما به زودی در همین پلتفرم در واقع یوتیوب. تا بعد.